السلام علیکم محترم داملای عزیز حاجی مرزا. ما یک عائله از شهر کولاب دهه آسیاب به نام سعید جان نظرов از شما احترامانه خواهش داریم که با سوال ما با پررگی پاسخ دهید و در حق برادر نوجوان ما دعا کنید که دنیای آخرت را پدرود گفتند. خب دعا کنید که دنیای آخرتش روشن باشد. سوال: شخصی که قرآن را به استاد خواند ممکن است یا نه؟ ممکن نیست برادر عزیز. هر کسی که قرآن را به استاد میخواند او گناهگار میشود. حتی شخصی که اگر قرآن نادرست میخواند و ما گوشش میکنیم، گوش کننده همش گناهگار میشود. برادر عزیز و گرامی، قرآن این کلام الهی است، این معجزه الهی است. این کتاب‌های نوشته مخلوق نیست که یکی را اگر هرچند که غلط هم که کنی گناهگار نشوی. نه، کلام الهی به استاد خواندن کلا ممنوع است برادر عزیز، تماما جایز نیست. وقتی داشتن او حتی به دست داشتنش به طهارت جایز نباشد، که بعضی‌ها بی پروا در جاهایی که کتاب فروشی است طهارت هم نداشته باشد میبردار که یک خدشه ببینیم. برادر، در همون دست دراز کردن در پشت قرآن ماندن تو گناهگار میشوی، به هر حرفش در تو لعنت میآید. برای همین شما تماما دستانه به سوی قرآن در حالتی که طهارت ندارین هیچ وقت دراز نکنید. حق قپیدن قرآن وقتی دارین که شما پای به طهارت باشید. زیرا خدا خود میگوید در قرآن، پروردگار میگوید دست درازی نکند قرآن را مگر شخصی که طهارت داشته باشد. کسی طهارت دارد دستش دراز کند قرآن را بردارد. و همچنان ورتل القرآن ترتیلا، خدا در قرآن را به ترتیل خوانید، قرآن را به تجوید خوانید. ببینید چقدر دگرگونی در داخل قرآن. وقتی انسان تجوید میداند بسیار قرآن لذت دیگر پیدا میکند، خوانشش به انسان تأثیر میکند. ولی بسیاری از انسان ها از برای همین یک ورق نویسنده اذیت کردن که دیگر خوشی همو را گذراندن در پیش یک کس ندارند. همو را خوانده است در معرکه ها، هم خودش گناهگار هم گوش کننده ها گناهگار. برای همین اگر برادر عزیز شما در کجای میبینید یک کس غلط میخواند، در بین مردم آزارش نتین، در خلوتی برده گویید که برادر عزیز غلط میخوانی، قرآن نادرست میخوانی. همین قرآنی که همین آیتی که اذیت کرده همین را رفته در پیش یک اهل علم بگذران. و الا اگر دویم بار در کجای خوانی در بین مردم، من خبر میتونم که تو نادرست میخوانی، گوش کننده ها گناهگار میشوند. زیرا پیامبر اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم یستطع فبلسانه و این لم یستطع فبقلبی و ذالک اضعف الایمان گفتند. اگر شما یک کار نادرست در اسلام دیدید به دستاتون تغییر دهید، و اگر به دستان تغییر دادن توانستین با زبانتان گویید. اگر به دستم نتوانستی به زبانتم گفتن نتوانستی، به دلتان همون شخص و همون کاری نادرستی که انجام میدهد همون بد ببینید. ولی این با دل بد دیدن نشانه ایمان ضعیف شماست. ما حق با دهان گفتن داریم، ولی ایذای مؤمن حرام میگوییم. یک بار او را در تنهایی میگوییم. اگر بینیم که نه سرکشی میکند، میبینیم که قبول ندارد، میبینیم پسند نمیکند، ما او را بعد دویم بار در بین مردم خبر میدیم که برادر عزیز و گرامی، همین ملا شدن میخوایی، در بین مردم آیت خواندن میخوایی،
پیش در آمدن نماز مردم هوس داری، میلش کش به حالت، ثواب دارد. ولی وقتی که تو قرآن درست خوانی، شرط همین قرآن درست کن، همین آیت هایی که در معرکه خوانده می شود همش حق تو خواندن بگیر. ولی وقتی تو درست خوانی، ما خودمان گناه خودمان کم است که هر یک آیتی که تو میخوانی در هر حرفش ما لعنت شنویم. ما خودمان آدمای گناهگار. بگذار تو اگر شیخی، صوفی، ایشانی کسی باشی نباشی، این قرآن است. برای این برادرای عزیز، شما حتمی چیزی که ولی بسیاری شما که آیت‌های را در درون نماز میدانین، در درون نماز شما بعضی سوره ها را میخوانین، ولی همون سوره ها را شما از کتاب‌های کیریلیکی از یاد کردین. اگر شما همونها را در پیش اهل علم نگذرانین، شما در نماز خواندگیتان پیشگاه خدا در جواب گناهکار میشید. جواب میگین. برای همین هر آیتی را که میدانید، چی در نماز میخوانید چی بیرون نماز، حتمی در پیش یک اهل علم و یک گذرانید، حتمی گذرانید. هم نمازاتون به شک و شبهه شود و هم کسایی که در اطراف شما اونا را گناهکار نکنید. بعضی ها دیگر همین آیت دیگر خواندن در غلط میخواند. ما کو چند جای این مسئله در روبرو شدیم، باز یک ترتیب آهنگ میدرارند که باور که حیرت در میمانی آهنگ از کجا آورده است. خلاص قرآن خوان باشین دادر عزیز، با قرآن بسیار وابستگی کلان داشته باشین. جای تأسف است که شما اولا خانتون در قرآن نداشته باشین. دویم جای تأسف همین است که شما در یک روز خدا حمق انصافتون گرفته باشد که یک ورق قرآن نخوانید. خانه‌ای است که قرآن ندارند، خانه‌ای هستند که 10 نفر از نعمت خدا در یک روز تا 4 بار 5 بار در دسترخوان میخوریم، ولی یک بار قرآن کشاده و کلام الهی را تلاوت نمیکنیم. این خیلی به انصافمون بسیار است. برای همین هر یک خانه امروز قرآن داشته باشد و در هر خانه قرآن خوان باشد. برای بالای سری کودکا در گهواره نگذارش، یا در بالای تار دروازه که بازیرش که گذاشتی تمام دیگه. قرآن برای بالای دروازه و بالای سر کودک نیست. قرآن برای تلاوت است، قرآن برای عمل کردن است. اگر امروز من گویم که حیفی همون جسد زیبایی که خدا به تو داده است تو قرآن نمیخوانی، کم گفتم که اگر گویم حیفی تو باید به من گویی که 1000 تشکر و 1000 رحمت خدا به تو که این حیف در حق من کم است. این حیف در حق من کم است. بعد از این دم بیشتر بالای من باید تو درشت گویی، سخت گویی، تلخ گویی، تا که شاید که خدای مهربان برای من یک عقل خوب دهد و من مقصد قرآن خوان شوم. زنهاتون قرآن خوان کنید، دخترکات قرآن خوان کن، بچه‌کاتون قرآن خوان کنید. امروز بزرگا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جشن میگیریم، مولانا جلال الدین رومی را جشن، ابو عبدالله رودکی را جشن گرفتیم. برادرای عزیز، کنی از تا سن 10 سالگی میره تاریخ تماشا کنین یا کیا بوده، آخرش تا 10 سالگی را همش حافظ قرآن بودن، همش حافظ قرآن. و شما حافظ قرآن هم نشده نکو، حداقل قرآن خوان شوین. دویم وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از دنیا میگذرد، دخترش حضرت
فاطمه داد و فغان برداشته، بعد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به گوش دخترش چیزی میگوید که او خنده کرده دیگر گریه نمیکند. آیا او به گوش دخترش چی گفت؟ عن ام سلمة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا فاطمه یوم الفتح فنجاها. ام سلمه یکی از زنهای پیامبر، یکی از مادرای ما و شما، میگوید که وقتی که پیامبر مکه مکرمه را فتح کرد، وقتی مکه مکرمه را فتح کردند، وقتی مسلمان ها مکه را از خود کردند، مکه که پیامبر، شهر پیامبر، جای تولد پیامبر را پیش کرده بودند، شهری که مال و ملک پیامبر را مصادره کرده بودند. بعد گذشتن چند سال همین مکه مکرمه با خدادادی اذا جاء نصر الله والفتح، نصرت پروردگار آمد و مکه مکرمه فتح شد. پیامبر گرامی وقتی که در آمدن وارد مکه، بعدا میگه فناجاها، بعد حضرت فاطمه را فریاد کردن و بعد که تمام شد گویم مکه فتح شد در دست مسلمان ها. بعد از آن فاطمه آمد و فناجاها فبکه، در گوشش میگه چیزی گفت پیامبر که فاطمه دخترش درو میگه گریه کردن. ثم حدثها فضحك، بعد از آن میگوید باز چیزی در گوش فاطمه گفت که بعد گریه باز فاطمه میگه خنده کرده. فلما توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقتی پیامبر دنیا را پدرود گفت، وقتی این جهان فانی را ترک کرد و به دنیای باقی رفت، ام سلمه میگوید که مادرمان سألتها عن بکائها و ضحیکها، بعد فاطمه را گفتم ای فاطمه، همون وقتی که پیامبر مکه را فتح کرده بود در گوش تو چیزی گفت که تو اول گریه کردی و بعد خنده کردی، امروز که پیامبر زیر خاک است چی سیر بود، چی معلوماتی بود، کنی برای ما حکمت همون بیان کن. بعدا میگه فاطمه گفت قالت اخبرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم انه یموت فبکیت. بعد فاطمه میگه گریه اولی که من کردم خیلی گریه جگرسوز بود، به خاطر آن که انه یموت، اخبرنی، مرا خبر داد که پیامبر بر من گفت که دخترم زود است که روزهای نزدیک من حیات پدرود میگویم. وقتی این سخن میگه از پدرم شنیدم، البته خبری هست که نه یک دل فاطمه بلکه دل تمام اصحاب ریش کرده بود. فاطمه میگه درو من گریه کردم. ثم اخبرني رسول الله انی سیدة نساء اهل الجنه فضحکت. بعد از آن میگوید دید پدرم که من گریه دارم، بعد از آن گفت فاطمه نزدیک من بیا. گفت با در گوشم گفت که ای فاطمه، تو میدانی که در جنت چه مقدار زنی مسلمانه که وارد جنت شود، تو سردار همه زنهای اهل جنت هستی. بعد از آن میگوید پیامبرمان میگوید وقتی این خبر داد، بعد از آن من در خنده شدم که الحمدلله که من سردار زنهای اهل جنت باشم. دادر عزیز، سبب خنده و گریه فاطمه را هم حدیث های صحیح همچنان بیان میکنند. السلام علیکم بابای حاجی.
از نام یک خواهر اسلامی شما از نایه حصار در خانه ما هفته شما را گوش میکنند و یک سوال دارم. خوبتر میشد که این سوال را همین جمعه جواب میداده. این سوال من فکر میکنم که با همه زنها و مردها لازم میباشد. سوال چنین است: در یک موعظتان گفتید که اگر مرد میل زن داشته باشد زن رد کند، آن زن در لعنت ملائکه هاست. اگر زن خواهد و مرد رد کند اینجا چی می شود؟ بسیار سوال عجیبه. و من خواندم حیرت نماندم خودم. خدا نگه دارد. در حدیث های پیامبر آمده است که پیامبر من گفتند که اگر مرد خواهش همخوابه شدن با زن داشته باشد، خواهشی همخوابه شدن با زن داشته باشد و از زن خواهش کند که من میل همخوابگی دارم، خواهش برآوردن کام دل دارم، چی میگویی؟ اگر زن گفتیم رد کند، پیامبر گرامی گفتند که ملائکه ها تا بروز در حق این زن لعنت میگویند که تو خواهش مرد رد کردی، تو آن چیزی که مرد از تو با یک تولای بود، زاره بود، خواهش بود، پیشنهاد بود رد کردی. به خاطر این تو تا روز تا صبح در لعنت ملائکه های خدا هستی. حتی پیامبر گفتند که اینش اگرچه مبالغه است ولی حدیث بیان میکند که حتی اگر زن در نزد تنور باشد، چکدان میگیم ما و شما یا تنور میگیم، یا بالای شتر باشد، اگر مرد همونجا هم اگر اشاره به هم خوابگی کند، زن باید از شتر پایان شود یا نزد اگر تنور باشد سرفش جمع کند، خواهش مرد برآورد. سخن پیامبر است. من قبلا گفته بودم وقتی من درباره احترام مرد این صحبت داشتم و این حدیث در همون احترام مرد آورده بودم، چند برادرها گفتند همین ها را گفتند در کسیت ها ضبط می شود، چی در کار؟ چرا در کار نیست؟ شریعت چیزی ندارد که وای ما به گوش مردم نرسانید. این سخن پیامبر است. اگر سخن پیامبر نمیشد من به شما نمی گفتم. هر سخن پیامبر حکمت دارد برادر عزیز. حالا ببین این خواهر میگوید که این سوالی که این داد، میگوید برای بسیاری از مردها و زنها هم این سوال من لازمه. درست میگوید. من چندین مکتوب ها قسم به عزت پروردگار که چندین مکتوب ها را که من بسیاری از اونها را شرح میکنم در بین شما خانم، آمده است که حتی که همخوابگی ما بین زن حلالیمان مبلغ معین دارد، تا همون را اگر ما پرداخت نکنم همخوابه نمیشه. ما این حکمت داره این سخنهای پیامبر. حتی شرطنامه ها میمانند که من خانه پدرم میرم 2 روز یا 3 روز میستم، بعد میام مرحمت کام دل تا میبرارم. همین شرط راضی، هر راضی اشاره رفتن. بچه از خدا میترسه. اگر رنگ اون شخصانی که از خدا نترسه باید کجا میره؟ بعدن مثل او زنه که نو از همین حصار نزد من آمد، حتی لبهاش دریدگی است، یگان سفیدی در بدنش نمانده است، آنچنان او را لطکوب کرده است. اگر در این خیل شوهر زند بعدن دیگه حتی به زبانش نه به چشمش اشاره کنه تیاره. این به خاطر آن است که مردک خوبه. مردک از روی اسلام، از روی گفته‌های خدا عمل که میکند، زن از همین سادگی و از همین خوبی مرد استفاده میبرد. من گفتن لازم نیست، در کار نیست. چرا در کار نیست؟ اسلام چیزی ندارد که در کار نباشد. برای همین حتی مبلغای معین، حتی بازار رفتن شرط، میلش هم خوابه میشه نه که سر بازار میره. اون جوان چی گفت؟ اون جوان نزد ما آمد به مکتوب
گفت دامل آمد جوان و گفت من نو عروس آوردم، من خواهشم هست، قسم به نام خدا خود من دیگه داشته نمیتونم، مجبور میشم زنا کنم. من اون زنا نکردم، ولی راهاشو برای او فهموندیم. برای همین خواهر ما گفته است اگر زن وقتی رد میکنه، زن رد میکند خواهش مرد، خب جوابش تیار تا سحر در لعنت ملائکه ها قرار دارد. ولی وقتی اگر زن از مرد خواهد میگد ولی مرد رد کند چی؟ اینجا در خواهر عزیز مرد در لعنت ملائکه ها قرار نمیگیرد. شما یکی همچنان در گمان تا نگذارد که پایمال کردن حق زن باشد، نه. این حدیث به خاطر بزرگی و فضل و بلند بودن مقام شوهر است. این حدیث این دلالت میکند. برای همین شوهرها اگر ردم که کنن شما روی ترش نکنید، حتی روی ترش هم نکنید. اگر تکلیف شما را ردم که کنن شما همچنان تصور کنید که با شما هم خوابه شده و در حقشان دعای خیر کنید که خداوند خوشی تر و قابلیتی تر و قوتی تر زیاد کنه. شما هم تا در حقش دعای خیر کنید. نامه الکترونی اینو با چی آمده بدهن؟ با اینترنت آمدگی بدهن. خب برادرها از اینترنت گرفته آوردن که همین ها را جواب شگوییم. السلام علیکم دوست اسلامی، یک چند سوال دارم، التماس جواب گویید. با نماز جماعت آمدیم و رکوع یکم را دریاب نکردیم، یعنی جماعت در سجودند، ما هم سجده کردیم، بعد سلام دادن امام ما خسته یک رکعت دیگر میخوانیم یا نه؟ بله برادر عزیز، وقتی اگر مثال شما آمدین که امام در رکوع دریاب کردین، شما همون رکعت کاملا دریاب کردگین. همین رکوع دریاب کردن معنای پره دریاب کردن رکعت است. یعنی شما گویم که سوره فاتحه را دریاب نکردین، زمین سوره را دریاب نکردین، فقط در رکوع بودن امام دریاب کردین. معنای او را دارد که شما از اول رکعت همراه امامی. اگر شما دویم رکعت باشد میخیزین هر رکعت دیگر میخوانید. اگر 4 رکعت باشد مثال آخرش دریاب کردی، 3 رکعت دیگر شد مثل شام میخوانی، 2 تا به سوره 1 تا به سوره. خب فهمیدین ها شرط مسئله را؟ یعنی رکوع دریاب کردن کاملا دریاب کردن رکعت است. اگر شما در سجده آمدین که امام هست، شما نیستید که کی وای از سجده بیرون میشه، در همه حالت امام اطاعت کردنش واجب. شما در او نیت کنین، نیت حتمی الله اکبر، بعد در سجده روید، با امام سجده کنین. شما در اگر قعده آخر باشد التحیات خوانین، دروداش خوانین. اگر امام سلام نداد با از سرگشته با التحیات خوانین، با درودا، یعنی موضع قرائت خواندن گیرین تا امام سلام دادن. امام سلام داد باز میخیزین شما سلام ناداده. اگر ما بودای سلام دادین سهوا با که ندارد نمازهای شما باقی است، خیزین شما به سوی رکعتی را که دیر کردین اون شب بعد از سر خوانید. دویم در تلفن موبیلی ثبت قرآنی یا کتاب پروگرام‌های اسلامی باشد، در حالت خاموش بی صدا کرده شده به حاجتخانه در برداشتن درست است یا نه؟ اگر در همون گویم که تبلا میگیم، همون آینه ای که در اونجا ما و شما نویسانده شدن، خب بعضیا هر چی می نویسن بالای آینه، همونجا در شما نام خدا و نام رسول نباشه،
همونجا بسم الله الرحمن الرحیم نباشد، همونجا الله نباشد، همونجا محمد نباشد، یعنی در همون صورت بیرونی وای نباشد، اینش بهتر و خوبتر است. ولی در داخل او، در همون فلش کارتاش، اگر به شرطی که ثبت قرآن کلش باشد، سیهای سیته باشد، دیگر هم باشد، اگر اونا خاموش کردگی باشد در بر ما و شما باشد، وارد شدن مثال حاجتخانه هم گناه ندارد. ولی اگر شما احتیاط کنین، شما حرمت کنین که در داخل همین تلفن من ثبتای قرآنی است، سیهای سیته است، قرآن است، همین من کجا وارد حاجتخانه میبرم؟ خوش به حالت برادر عزیز، خوش به حالت. با همین خاطر شما اولا در صداهاتون هم همین قرائت قرآن نمانید. در صدای زنگ، همون زنگ ده شما همون چیزی که فابریکوی خودش هست همون را گذارین، یگان نغمه عادی ساده شد. شما موسیقی ها را نمانید. شما موسیقی های بلند، حتی بین در همین داخل مسجد من از داخل تلفن های شما چی صداهایی می آید. شما خودتان گناهگار، گوش کننده ها هم گناهگار. او روز ما در دوشنبه بودیم در مسجد 65 میکرایون. همون جمعیت کس از ما گفتن که حاجی در تمام تلفن ها صداهای شما هست ولی با طریق موسیقی. همین ها را یک بار مردم گوین. اون بیچاره که از این گوش کردن کسیت های ما دور که است نمیداند که ما گفتیم یا نگفتیم. حالا که ما چند بار گفتیم برادر عزیز، حاجی میرزا یگان استودیا نداره، یگان استودیا نداره. من که من فرمایش دیم که روین صدای مرا دیگر کنین، این خیل کنین، اون خیل کنین. قسم به نام خدا اکثر همین بچه‌هایی که ضبط میکنن نه میشناسمشان نه میدانمشان. من حتی بعضی بچه‌هایی که اگر از ما درخواست میکنن که به نام ما 5 دانه یا 10 دانه به فلان جا روان کن، من خودم اینا بچهای سوداگر باشم، رفته پولشان میخرم و اونا را روان میکنم. برای همین ما یگان ترالی نگفتیم که برادر عزیز در همین صدای ما موسیقی بمان. و ما 10 بار گفتم موسیقی را گوش نکنین. کسی این کار را میکند وای مسئول گناهگار. این پیشنهاد ما نیست برادر عزیز و گرامی. برای همین شما در صداهای تلفن هاتون همون چیزی که فابریکویش هست، همون زاواتسکایی که میگیم همونش هست، همون را یک ساعت عکس بگیرین بگذارین بحث است. بعضیاتون حالی در تلفن هاتون بعضی تقلیدهایی که اهل علم را کردن در تلفناتون، تقلیدهای اهل علم منالی. بعضی ملاها را مسخره کردن در درون تلفناتون، نگاه میکنین و میخندین، ولی اینا همش سبب گریه شما میشه برادر عزیز. نخواه یک اهل علم وقت تقلید کنن، یک اهل علم مسخره کنن، شما باید در داخل تلفنتان جای کنین و با دیگرها در مثال گویم حواله کنین، همه را در همه بین مردم منتشر و دیده و خندیده تا جای غمگین شوین که اهل علم مسخره دارن، اهل علم تقلید کردیستند. بعضی ها در درون تلفن هاتون زنهای لوچ دارین. او زنهای لوچ که تماشا میکنی همچه تصور کن که او مادر تا خواهر تا خط تماشا کیسه. مرد زنهای بیگانه نیست. و در جای همون تلفنت آمدگی را نگو که این کی باشد و هم تا دیده او این خدا زده کی باشد. او خدا زده وقتی تو تماشا میکنی خودتی خدا زده. او را از کجا تو در تلفن جای کردی؟ از کجا خواهشی تو پیدا شد در درون تلفن تو این خیل پروگرام‌های نادرست جای کردی؟ و صدقه همین ترقیات عصر حاضرت کنه. هزارها نمود برنامه‌های علمی هست، نمیگیری تماشا کنی، نمیگیری بخوانی. ایو زنای لوچ تماشا کردن
از او فحش و فاحشه ها را، از او زیناهایی که آشکارا شدند. آخه همه تبلیغ یهود است و شما را دیوانه کردگیان، شما را بی عقل کردگیان، شما را تمام همون گوهر قیمتی که خدا برای شما ایمان و علم بود همون را از شما کشیده گرفته است. هزارها نمود نمایش ها، کیناها شما را توجه تانه همش به خودش کشیده است. همین روزی دراز از پیشش خسته نمیتونید. دیگه کی وقتی فکری تو میاود، کی کلای تو یگان چیزی را کشفیات میکنه. فقط در پیش چشمت همون زنای لوچانو در پیش چشمت گویم یگان با حافظی نمید پوی دوکی دیگر های، تمام دیگر هیچی نداری تو. ای بای به خدا قسم، ای بای این تلفن هم یک نعمت خدا ای، این هم امانت ای، این خیانت نکنین. این دم خب الله مهربان نگهبان همه مسلمان ها باشد، از جمله شما و ما. خدا نگهتون دارد. خب السلام علیکم داملا، از شما خواهش میکنم که ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه حصار خواهشمندیم که در حق ما دعا کنید. خدا همه برادرای حصاری ما را توفیق و هدایت و عمر دراز و همیشه خداوند تنصیحت و سربلند نگهشان دارد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک چند سوال دارم. اگر بالای قبر را آتش گرانی یعنی در بدهی، این درست است یا نه؟ ما میگن که درست است. درست نیست برادر عزیز. قبرستان ها را آتش میزنند. مثلا در بالای قبرستان ها خس و خاشاک هایی که وجود دارند همونها را آتش میزنند. آتش نزنین، تازه کنین. خس و خاشاک هایی که مثال در همونجا خاک شدن، خشک شدن، شما بلکوی قبر را تازه کنین و همون خس و خاشاک شد آورده در خانه هاتون خود، در گویم که تنورها، چکدانها، یا اگر حیوان داشته باشید در حیواناتون استفاده برین. وقتی خشک باشن، یعنی چی درخت خشک باشد، چی علف خشک باشد. ولی در بسیاری قبرستان ها درختای هستند که 200 سال 100 سال در بالای همون قبرستان ها هم تا آرد شده ریختن. مردم از همون میترسند که برای برای استفاده برن، میترسن باور کرد. این میگه این در نزدیک نشه، هیچ چیز نمیکنه به نام خدا، هیچ چیز علل هم ندارد. ای چی میترسی آخی؟ ما در اول چی گفتیم؟ خدا میگه از من بترس، از من بترس و من برای تو همه راه های مشکلات کشاده میکنم. حتی تو اگر از من بترسی، من هیبت تو را در دل دیگرها جای اونها از تو میترسند. برعکس حال اینجا برادرها هستن از هر دهه های هستین که قبرستان هاتون درختای 100 ساله و 200 ساله داره، میترسین که همونا را آورده در خانهاتون علاو کنین. تیار درختایی که خشک شدگی، غلطیدگی در زمین، تیار برای استفاده شده میبرن. برعکس شما برای او عزیزایی که در او قبرستان خوابن، اونها را گرداش تازه کنین، خوشرو کنین، آلفته باشن. برای همین در دادن، آتش زدن اجازت نیست، بلکه تازه کنین. تازه کنین، خشکاش بگیرین. اگر زن سطر عورت بندد و نماز نخواند، سطر عورت کند و نماز نخواند، این درست است یا نه؟ درست نیست. بازی بسیاری زنها نماز میخوانند، سطر عورت نمیکنند. اینش سطر عورت میکرده، نماز نمیخوانده. حالون که امروز از نماز ده بسیارتر زنها مشکلات سطر عورت احساس میکنند. بسیارش میگد که من نماز میخوانم ولی همین سطر عورت کرده نمیتونم. مثلا همین خیلی برای من مشکلات هست، همین خیلی که نمیتونم، قدرت چه ندارم. ولی همین نماز خیلی که فرض است برادر عزیز، همون سطر عورت هم فرض است.
این برای مرد من تحت سره الى تحت رکبتین. عبارای فقه حنفی چی میگن؟ از زیر ناف تا زیر زانو برای مردها سطر است. یعنی هر یک جوان بغیر زنش کسی او را از زیر ناف تا زیر زانوش دیده نمیتواند، نه پدرش، نه مادرش، نه برادرش، مگر ضرورت ها شود. لیکن امروز میشنویم که بعضی از برادرای ما، بعضی از پدرای ما وقت نماز جمعه میان در حمام رفته لوب لوچ آوازی میکنه بین مردم ده، لوب لوچه پروای سطر ندارن، با جمعه خانه میان. این چه خیلی پیامبر میگه الحیا من الایمان، حیا از ایمان است. کجا داری با حیای تو؟ شرم نمیکنی که اون بچهای جوان تو را تماشا میکنن امید شرم نمیکنی؟ انمون شرم نکردنت خودش معلوم است که ایمان تو تا چه اندازه است. انمون شرمی که تو نداری. برای من از زیر ناف تا زیر زانوی شما روین حمام ها میلش آبازی کنه، ولی از زیر ناف تا زیر زانوتان پوشیده باشد. و وقتی که چشمت اگر باز در دیگرهایی که اگر اونها نداشته باشن رسد، اونجا رفتن تو گناه های، نگاه کردنت گناه های. این برای جای هست که همه از زیر ناف تا زیر زانوش پوشیده است. روین پر بگیرین، با سینا باشد آوازی کنین، حمام کنین، زیر ناف تا زیر زانو همه پوشیده باشد. برای من خواهرای عزیز، نماز چگونه به شما فرض است، سطر عورت هم فرض است. این آیت قرآن است. خدا در قرآن سوره احزاب ده گفت یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. برادر عزیز، خدا میگه ای پیامبر ببینین، اول زن خودت را، دوم دخترهای خودت را، سوم زنهای تمام مسلمان ها را، سپارش خدا را به گوش اونها برسان که بالای سر پوشیده، آستین ها پوشیده، پاچه‌ک ها پوشیده. این فرمان خداست. این فرمان خدا هست. ولی بسیاری از خواهرای ما سطر میکنن، ولی سطرهای تنگ. بعضی از سطر برآمده سطری تنگ، بسیار جقیده است در بدنش. این برابری به سطری است. اگر کسی که مثال کدام خواهری که سطر میکند، بدنش میپوشاند، سرش میپوشاند، ولی چنان لباسی میپوشاند که همه اعضای اون نمایان است، این از او زنی به سطر فرقی ندارد. آخی سطر قاعدش چی است؟ سطر پوشانیدن، مثال کشاد باشد که انسان نفهمد، نه از پیش نه از پس او چیزی مشاهده نکند. این را سطر میگن. برای این سطرها هم باید رعایت شود. سطر این یک فخر ملت ماست. زیرا همه بدبختی ها از پشت بی سطری است. همه بدبختی ها. چندین بدبختی های را که چی در ذهنم دارم، چی در مکتوب ها، چی در کسیته ها من خوانده بودم که از دوره های مکتبیشان به سبب همین لباس های ناخوب و نام خدا، راستی بار من شما ها را نمیدانم برادر عزیز، من شما را نمیدانم، ولی وقتی ما در کوچه میبینیم چه اولاد خودم باشد، چه اولاد از کسی نباشد، آنقدر ناراحت میشم، آنقدر غمگین میشم که خیر خدا داناست. که وقتی مکتب میرود میبینید یک دهشت است به خدا، یک دهشت است. یک بار رئیس جمهور هم خدا برکت یاد، این عالم ها در حقش دعای خیر کردن، یک بار بسیار گپی خوبم گفته بود که وقتی که دخترها در حالت همین که لباس های جذاب میروند، توجه معلم به خودش میکشد. او معلم هم آدم یا او که ملائکه نیست، که آسمان نیامد، او هم مردک، او هم آدم، او هم زن داره، او هم شهوت داره. گفت توجه معلم را به خودتان میکشین، دیگر همو کنسپیکی که تیار کرده بیچاره یادش میرود.
به سبب نگاه شما، به سبب مثال وجود شما. ولی بسیاری بچه‌های داریم که خدا اکو توفیقشان دهد در داخل ماشینن. اکین من در دوشنبه بسیار مشاهده کردم، در درون ماشینن وقتی در کوچه هم در دخترهای بی ستر و بی عفت قدم بزنن، دیگر پیش نگاه نمیکنه، چشمش در هموای ماشین های کده رفته است. ببینید در درون ماشین که حتی که جایی هست که انسان هر یک لحظه چشم شود از پیش نکند، زیرا ضرر زیان او از همه بالاست، چشمش در همو حواله کردگی ماشین رفته است. ببین چقدر جلب میکند، اولی سواره را جلب میکند. این پیاده چیه؟ این خداتون برادر عزیز، شما هم خواهر دارین، دختر دارین، نبیره دارین، مایلش اگر تا مکتب دا اجازه شد، تا مکتب اجازه تایکو تا همونجا شیخ خودش نگه داره بپوشه. بعضی ها تانولی درک داره ندارین، در درون سمکاکای دختراتون با تلفن ای خانه کرد که بیرون شد قدا کرده با تلفن کده گپ زده تا مکتبه کمیه. یاش هم نظارت کنه، تلفن های دخترکاتون بگیرین. اگر شما دختری سلامت خواهین، دختری که آبروی شما را برداره، که نظارت کنین. چیکار کنیم؟ زمانی که خدا ما را راعی گفته است، ما پادبان در بالای فرزندا نگاه میکنیم، میسنجیم، میزنیم، میکنیم، مقصد نصیحت میکنیم، هر چی میکنیم به خاطر خدا میکنیم، به خاطر آبرومان میکنیم. برای همین بسیار توجه داشته باشین. همین مسئله بسیار جدی است. خداوند عاقبت ما را بخیر کند. خدا ایمانمون را با سلامت نگه دارد. خداوند عزت همه ما و شما را در نزد خودش بلند بگرداند. خداوند ما را از بنده های خوبش بگرداند. خداوند ما را بنده های دلسوزی در دین اسلام بگرداند. خدای مهربان همه ما را سرجم در جنت جاودانیش جای بدهد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین.